بالاخره امکان برداشت توکن داکس روی 2 صرافی و ولت تلگرام فراهم شد. سلام رفقا، چطورین؟ بچه ها، همونطور که قبلا هم بهتون گفته بودم به هیچ عنوان روی ولت تلگرام یا این 2 صرافی اصلا برداشت نزنید، چون که دارایی هاتون از دست میره و حتما صبور باشید تا امکان برداشت روی تونکیپر هم فراهم بشه. گزینه اول که میبینید تو این بخشی که ربات داکس به خودش اضافه کرده، امکان برداشت دارایی از 2 صرافی ها هستش که این گزینه به نظر من خوب نیست و دارایی هاتون از بین میره. گزینه دوم ولت تلگرامه که به خاطر که ایران تحریمه نمیتونیم برداشت بزنیم و دارایی هامون رو نمیدن، پس این گزینه هم خوب نیست. و گزینه سوم برداشت از تونکیپره که ما فقط از این گزینه میتونیم برداشت کنیم و باید تا روز لیست شدن داکس صبر کنیم تا این گزینه برامون فعال بشه.